به گفته وزیر ارتباطات، فیلترینگ 50,000 میلیارد تومان به ارتباطات زیرساخت کشور آسیب زده. به نظر شما فیلترینگ چه پیامدهایی برای زیرساخت داشت؟ فیلترینگ باعث استفاده گسترده از فیلتر شکن میشه و این استفاده گسترده میتونه درگیری فضای شبکه‌مون رو افزایش بده و در کنار این بحث امنیت شبکه است، چون یه ارتباط ناامنی داره از شبکه انتقال پیدا میکنه و خب باعث افزایش هزینه‌های زیرساختمون میشه. علاوه بر این فیلترینگ میتونه مهاجرت نخبگان رو هم در پی داشته باشه، چون نخبگان و اونایی که ارتقاء دانش براشون مهمه نیاز دارن یه فضای نامحدودی داشته باشن واسه این کار که فیلترینگ از این کار جلوگیری میکنه. ایرانی‌ها سالانه 60,000 میلیارد تومان برای فیلتر شکن هزینه میکنن. به نظر شما استفاده از این فیلتر شکن‌ها چه آسیب‌هایی به همراه داره؟ خب سوال مهمتر اینه که این هزینه‌ها به جیب چه افرادی داره میره. حالا و مهمتر این که این بحث استفاده از فیلتر شکن میتونه دیتای شخصی افراد رو هم به دست بیاره. آیا این دیتا به درد چه افرادی میخوره؟ این فیلتر شکن و بحث فیلترینگ یه سری محدودیت‌های واسه کسب و کارهای آنلاین هم ایجاد میکنه. الان تو دنیا رقابت تو بحث کسب و کار آنلاین و فضای مجازیه، ولی خب اینجا ما یه سری محدودیت داریم و اینکه بعضی افراد به صورت ناآگاهانه میان وقتی فیلتر شکنشون بازه به یه سری وبسایت‌های دسترسی پیدا میکنن و این فیلتر شکن میتونه دیتای ارتباطی اونا رو به دست بیاره. زندگی بعد از فیلترینگ عالی. کنترل هزینه‌ها، پیشرفت تکنولوژی، ارتقاء سطح دانش و آموزش، توسعه کسب و کارها و دسترسی به داده‌های جهانی. این یعنی زندگی بعد از فیلترینگ.